ترس از موفقیت یا اضطراب یا فوبیای موفقیت همون دلهره یا نگرانیه که بعضی وقتا آدما از رسیدن به موفقیت یا قدم برداشتن در مسیر اهدافشون ممکنه تجربه بکنن. ترس از موفقیت در واقع یه مانع ذهنیه که با این حال که فرد واقعا دوست داره از ته دل به موفقیت برسه، در مسیر موفقیت قدم بر نمیداره و از فرصتاش استفاده نمیکنه. این ترس به خاطر نگرانی از تغییراته. مثلا ممکنه بعد از موفقیت توقع دیگران از ما بالاتر بره، سطح استرسمون بیشتر بشه و یه جورایی کنترل اوضاع از دست ما خارج بشه. حالا دلایل زیادی برای ترس از موفقیت وجود داره که بیشترش برمیگرده به تجربه های تلخ گذشته ما. یکی از مهمتریناش برمیگرده به تجربه های دوران کودکی. برای مثال اگر یه بچه‌ای شدیداً مورد تمسخر قرار می‌گرفته تو دوران کودکی، وقتی که بزرگ میشه به احتمال خیلی زیاد دوست داره که دور از توجه دیگران باشه و دیده نشه. همینطور اگر یه بچه‌ای از طرف مادر پدرش یا اطرافیان دیده نشه، باعث میشه که در سن بزرگسالی به کمالگرایی برسه و همه اینا باعث میشه که اون ترس از موفقیت در آدم‌ها شکل بگیره. حالا اگر تا اینجای ویدیو با من بودین و دوست دارین بیشتر راجع به اینکه چه چیزایی باعث ترس از موفقیت میشه، این ترس کی افزایش پیدا میکنه و چه جوری ما میتونیم باهاش کنار بیایم بدونین، برام کامنت بذارین که بتونم توی پست بعدی توضیح بیشتری براتون بدم.